چه خیلی وقته که یک نفر 200,000 سامانی پیدا کرده نمیتواند که پسرش را جراحی کند، کسی دیگر 200,000 دلار در یک لحظه با مردن یک اسبش از دست می رود. احتمالا این نوار را همون افرادی که اسب پرورند میبینند، آنهایی که اسبای 100,000 دلار و 200,000 دلار دارند. به نام الله بخشنده و مهربان. الصلاة و السلام علی رسول الله المحمد و آله و اصحابه اجمعین. و در نهایت ادب بازم به یکایک شما برادر و خواهران روزه‌دارم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته میگویم. و طوری که وعده کرده بودیم به افتخار آمدن ماه شریف رمضان هر روز ما کم کم صحبت میکنیم به استقبال این ماه رحمت، این ماه مغفرت، این ماه پناه جستن از آتش دوزخ به سوی خداوند. کوشش میکنیم از تاریخ دین مبین اسلام، از احادیث نبوی، از آیه های کلام ربانی پاره پاره در صحبت هایمان استفاده کنیم تا باشد که یک ذره به درد شما هم بخورد، آن برای شما هم مفید باشد، شاید معلوماتی به خود جمع میکنید. امروز موضوعی که انتخاب کردم برای صحبت این اسب ها اند. به چه خاطر؟ بدان خاطر است که چند وقت پیشتر در یک معرکه نشسته بودیم، چند نفر از شخصان والا مقام، اکنون والا مقام گفتم، شخصان چی بگم وظیفه‌دار در یک محفل نشسته بین همدیگر صحبت میکردن چقدر اسبای خوب دارن، خوب تربیتشون میکنن، در فلان یک پایگاه بزکشی غالب آمد نه آمد. و در صحبتشون پی بردم که این افراد اسب پروری میکنند و اسبایشون نه کمتر از 80,000 دلار 100,000 دلار ارزش داشته است، خب بیشتر از این هم شاید. و در تعجب ماندم، گفتن که مردم هم عجب ساده میشدند. مردم دیگر در جستجوی یک بردن آنند، اینها در هوا و هوس آن که اسبی با 100,000 دلار خریدهشون یا اسبی با 80,000 دلار خریدهشون یک بار از مره گذشت یا نه بوز را با مره رسانید یا نه. و وقتی که همین گونه خبری هم آمد که فلان اسب به مره رسید، باور کنید آن اسب پرور به مثل کودک شادی میکرد، آنچنان خوشنودی میکرد که میگویی برایش یک باغی از باغ‌های بهشت را بنیاد کرده باشند. خب اکنون هر کسی شوق و رغبتی دارد، برچی به این بحث کرده نمی شود. ولی وقتی دیروز من در فیسبوک نوار یک پیرمردی را دیدم که برای تبابت کردن فرزندش از مردم کمک میخواست، دلم به خدا ریش ریش شد. در آن نوار شاید شما هم دیدید که در فیسبوک نشر شده بود. یکی از برادران تاجیکستانی ما به خاطر جراحی کردن دل پسرشان از مردم خیرخواه کمک خواستند. حدود 200,000 سامانی برایشان ضرور بوده است که بتوانند به خارجه برده پسرشان را جراحی کنند. و همونجا این برادر قصه میکند که به وزارت تندرستی مراجعت کردند، به مقامات اجرایی حاکمیت دولتی در ناحیهشان مراجعت کردند. خب به کسانی که میشناختن مراجعت کردند، ولی کسی برایشان امکان نداده است، کمکی ضروری را نرسانیده است. و دیروز همزمان اتفاق همین گونه افتاد با یک برادر دیگر. وقتی صحبت میکردم گفت که فهمیدی که یک اسب از فلان یک شخصیت که ارزش 200,000 دلار بود مرده است. گفتم پروایی ندارم، اونقدرم با اسب بازان و اسب بازی رغبت ندارم. گفت که ببین که چقدر خراجات میکرد. میگوین که برای پرورش کردن این اسب ها گل گیاه ها داده میشد، برای با پایگاه آماده کردن به آنها پیسته میدادند، به آنها مویز میدادند، به آنها سیب پیش سرکلاری آورده میدادند. گفتم خوش به حال همان اسبا که ما کم بغلان بعضا در یک سال یک بار در روزهای عید آیا پیسته را میبینیم یا نه، ولی اسب به خاطر آنکه خوب بدود برایش نمیدونم چقدر باز پیسته و مویز و سیب میدادند. خوش به حالش. گفتم و همون یک مراجعتی برادرم به یادم رسید. گفتم آها ببینیدن چه خیلی وقته که یک نفر 200,000 سامانی پیدا کرده نمیتواند که پسرش را جراحی کند، کسی دیگر 200,000 دلار در یک لحظه با مردن یک اسبش از دست میرود، پروایی ندارد. همون شعری به یادم اومد، عجب دنیاست این دنیا، یکی سرگشته و تنها، یکی لب تشنه در صحرا، یکی بی درد بی پروا، عجب دنیاست این دنیا. احتمالا این نوار رو همون افرادی که اسب پرورن میبینن، آنهایی که اسبای 100,000 دلار و 200,000 دلار دارن. در این ماه شریف رمضان اکنون من از شما برادران خواهش میکنم که به کم بضاعتان و به نوایان، فقیران، این بیمارانی که نیاز به کمک دارند
دست کمک خود را دراز کنید. دیدید که همون 200,000 دلار اسب از کی از خودتون میدونید اکنون که چی خیلی از دست رفت در یک لحظه در یک میچه زدن، ولی آن کار خیر شما هرگز از یادتان نمی رود. اگر آن مریض شفا یابد انشاءالله اجر و ثوابش تا به روز نفسش بودن به زبانش به شما دعا میکند، ولی اگر آن روزی که از دنیا گذشت باز خداوند در حق شما اجر و ثواب زیادی را تا پایان عمرتان می نویسد و از آن بهره ور می شوید.